السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب فضلك ويسر علينا خزائن علمك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. ربنا زدنا علما. در ادامه درس‌های اصول التفسیر یا علوم القرآن، دیروز بالاخره آخرین درس‌های ما که خواندیم مکی و بدنی و ترتیب نزول و ترتیب بین آیات و سوره های قرآن کریم بود. عنوان که امروز گفته بودیم به امروز، البته دیروز گفته بودیم به امروز، رسم خط عثمانی هست و بعد از این تحسین رسم الخط عثمانی هست و نزول قرآن کریم با لهجات هفتگانه یا لغات هفتگانه و همینطور تا آخر انشاءالله. رسم خط عثمانی رضی الله تعالی عنه که نسبتش به حضرت عثمان ابن عفان میشه. مراد از این رسم خط عثمانی که ما در کتابای علوم القرآن و یا هم اصول التفسیر میخوانیم چی هست؟ مراد از این امو رسم خط هست که قرآن در زمان حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه جمع سومش صورت گرفت که دیروز خواندیم و قرآن از 7 لغت عرب با یک لغت جمع شد. با در نظر داشت مراعات لغات و قرائت های هفتگانه، به این معنا که رسم خط عثمانی چنان یک رسم خط هست که هرگاه اگر قرای هفتگانه میخوانه امی کلش به یک رسم خط نوشته شده، خب قرائت ها فرق میکنه. لمن شاء منکم ان یستقیم، بعضی ها میخوانه لمن شیء منکم ان یستقیم، ولی هر دو در کتابت در نوشتن یکی هست. پس گپ اینجاست که آیا امی خط قرآن کریم، کتابت قرآن کریم، ای هم توقیفی است و یا هم اجتهادی به اجتهاد صحابه صورت گرفته؟ اکثرا به این معتقد هستند که مثل که قرآن کریم خودش ترتیب آیاتش، نزولش همش توقیفی بود، ترتیب سوره هاش توقیفی بود، رسم خطش هم توقیفی هست. به این معنا که بینمی رسم خط به می شکل از طرف جبرائیل به پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته شده و صحابه هم به مو طریقه نوشته کردن. اگر رسم الخط، خط عثمانی توقیفی شود، باز کوچکترین تغییر در خط باید نبیاید. یعنی زمانی که اگر ما قرآن نوشته میکنیم جای استناد از کدام آیه میگیریم، به خطهای نستعلیق و به خط دیگه و که حالا هزارها خط است نوشته کرده نمیتونیم. به خط خود قرآن کریم باید که هست به مو خط نوشته بکنیم. مشکات در قرآن یک قسم نوشته شده، زکات یک قسم نوشته شده، اما وقتی که ما در محاورات مکاتبات عربی خود نوشته میکنیم فرق میکنه. پس چیزی که در قرآن نوشته هست رسم خطش هم میگن توقیفی است.
توقیفی از توقف گرفته شده. وقف، قف، استاد شو، نه پس برو و نه هم پیش، مثل اشاره ترافیک که برات میگم. پس تا چیز زیادت کرده میتونی و نه هم کم. مثلا ما در قرآن داریم ابراهیم، در بعض جاها در اوایل اکثرا ابراهیم نوشته شده بدون یا، ولی وقتی که او طرف میریم ابراهیم نوشته شده با یا. چرا؟ هر دو یک ابراهیم است، یک ابراهیم خوانده میشه، اما در جای یا داره، در جای یا نداره. ببینین که به اونمو امانت داری بر ما قرآن رسیده. وقتی که قرآن میگه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، حتی رسم الخطش هم حفظ است. الحمدلله که کسی نمیتونه که جایی که ابراهیم است او را ابراهیم نوشته بکنه و جایی که ابراهیم است او را ابراهیم نوشته بکنه، با وجود که هر دو ابراهیم خوانده میشه. پس به این اساس این دسته از علما به این نظر هستند که رسم خط قرآن کریم هم توقیفی هست، قابل تغییر نیست. قابل تغییر که نیست، پس هر کسی اگر از قرآن چیزی می نویسه نوشته میکنه باید به مو خط نوشته بکنه که قرآن به او نازل شده. امو خطی که در زمان حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه قرآن جمع شد و بینمی رسم خط قرائت‌های هفتگانه، قرائت‌های قرآن کریم همش دی امو هفت لغات کلش در نظر گرفته شده، همش دی جمع شده ولی در نظر گرفته شده. به یک لغت هست، به لغت قریش، اما کتابت و خواندن اونا همه در نظر گرفته شده. هرگاه که توقیفی شد باز این خط باید تغییر نخوره. فهمیدین؟ تعداد دیگه میگه که این رسم الخط اجتهادی هست. اجتهادی، هر وقتی که رسم الخط اجتهادی باشه، توقیفی نباشه، با اجتهاد صحابه امی خط انتخاب شده باشه، باز در این صورت مجال به خاطر تغییر خط قرآن کریم امکان داره. باز میشه که جا خط قرآن کریم تغییر بخوره و هرگاه که اگر به این مذهب بریم، یعنی بگوییم که قول از این علما قوی تر هست، گویا که رسم خط قرآن کریم توقیفی نه بلکه اجتهادی است، باز به می اساس در برخی زیاد از کشورهای خاصتا عجمی و عربی هم به خاطر فهم درست کسایی که ابتدا قرآن یاد میگیرن، الف با تا ثا جیم قاعده میخوانن. مثلا ما قاعده بغدادی داریم، قاعده نورانی داریم، قاعده با اقرا داریم، دیگه اونا باز به خاطر روش تعلیم و تربیه خط قرآن کریم تغییر میدن، به خاطر آموزش اطفال، فقط و فقط به خاطر آموزش اطفال و کسایی که نو قرآن ناظره یاد میگیرن. به او خاطر به کدام خطی که زیباتر، بسیار زیباتر به اطفال معلوم میشه و قرآن یاد میگیرن، به او روش به او خط قرآن نوشته میکنن. این در صورتی که اگر رسم خط قرآن چی باشه؟ اجتهادی باشه. پس در زمان عثمان رضی الله تعالی عنه، زمانی که قرآن جمع شد، به می رسم خط آمد و همی کمیسیونی که توسط زید بن ثابت رضی الله عنه ریاست میشد، رهبری میشد به اصطلاح، اونا وقتی که رسم الخط را گرفتن، به می رسم خط انتخاب کردن به خاطر که 7 لغت، 7 لهجه ای که قرآن آمده همش دو مراعات شوه. اما این رسم الخط به نام رسم الخط کوفی معروف بود. رسم الخط کوفی معروف بود. اعراب نداشت، یعنی زبر و زیر پیش نداشت، ساکن نداشت، حتی حروف دیروز که گفتیم نکته هم نداشت، نقطات هم نبودش. ها، جیم و خا یکسان نوشته میشد، سین و شین یکسان نوشته میشد، صاد و ضاد یکسان نوشته میشد، طا و ضا یکسان نوشته میشد. پسان بعد از گفتیم در زمان حجاج بن یوسف ای باز تغییر کرد. پس رسم الخط اول که در زمان عثمان رضی الله عنه قرآن جمع شد، رسم خط کوفی بود.
پس این رسم الخط به رسم خط نسخه تغییر کرد که فعلا قرآن کریمایی که ما میبینیم نوشته هست همش به خط نسخه هست، همش به خط نسخه هست که شبیه خط به حساب پشتو هست. خط نسخه امی خطی که طبق معمول در کامپیوتر ما میگیریم نوشته میکنیم اول ابتدا، امی خط نسخه است که به می خط قرآن کریم مان. چطور قرآن کریم زبر و زیر نکته و چطور نقاطات پیدا کرد؟ علما میگه که اولین کسی که در این مورد توجه کرد ابوالاسود دؤلی هست. ابوالاسود دؤلی رحمه الله در زمان حضرت علی بن ابی طالب در خلافتش رضی الله تعالی عنه و ارضاه او امرش کرد که قرآن را نقطه گذاری بکنه. زمانی که ابوالاسود دؤلی در جای دید که عرب و عجم با هم جمع شده، یعنی حکومت اسلامی الحمدلله از دایره جزیره العرب با کشورهای عجمی آمده، دید که یک کسی سوره براءه را ابتدایش یعنی سوره توبه را میخوان و غلط خواند. این تو غلطه که با یک کسره فقط داد بس، و این کسره سبب میشد که گویا لفظ قرآن کاملا معناش تغییر بخوره. ابوالاسود دؤلی دید که یک کسی قرآن میخونه و میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله بریء من المشرکین و رسوله. رسوله هست، رسوله خوان، چون زبر و زیر نبود، نقطه گذاری نبود، قرآن معرّا بود از نقطه گذاری و زبر و زیر از اعراب. پس وقتی که دید که تغییر میخوره معنا، اصل معنای تراست، اصل لفظ تراست که ان الله بریء من المشرکین و رسوله. و تو خبر بده به مشرکین که هر آینه الله بیزار است از مشرکین و رسوله بریء منهم، و رسولش هم از مشرکین و از شرک بیزار است. ترجمه درست آیت این رقم میشه هر وقت که و رسوله بخوانیم، اما هرگاه که رسوله بخوانیم بازی طور میشه علیه بالله که هر آینه الله عزوجل بیزار است از مشرکین و از پیغمبرش هم بیزار است. عطف رسول سر مشرکین میشه، الله بیزار است از مشرکین و بیزار است از پیغمبرش هم علیه بالله. سعی کنیم که در یک کسره و ضمه پیش چقدر فرق کرد، معنا از کجا تا به کجا فرق کرد. پس وقتی که گپ دید آمد به حضرت علی رضی الله تعالی عنه و حضرت علی رضی الله تعالی عنه بر از او دستور داد که باید قرآن نقطه گذاری شود، باید قرآن اعراب شود، زبر و زیر پیدا بکنه تا که مردم غلط نخوانه. و علم نحو و علم صرف هم از همین وقت برآمد. بنیانگذار علم نحو هم اصلا حضرت علی رضی الله تعالی عنه هست که او نظر به می که قرآن مردم غلط میخوان، او گرفت فقط 3 قاعده من، 3 اصل در فن نحو یا اعراب گذاشت و گفت که کل فاعل مرفوع، هر فاعل مرفوع هست، و کل مفعول منصوب، و هر مفعول منصوب هست، و کل مضاف الیه مجرور، و هر مضاف الیه مجرور یعنی کسره خوانده میشه، مکسور خوانده میشه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه بنیانگذار علم نحو و امی 3 قاعده را گفت. پس آن که علمای نحو دیگه تحقیق کردن، کل امی اعراب یا زبر است یا زیر است یا پیش هست، چی اعراب حرکی باشه و چی اعراب حرفی باشه، هر دو صورت. پس به می خاطر حضرت علی رضی الله عنه که به خاطر خدمت به قرآن شده باشه بزرگترین خدمت کرده. این رسم خط عثمانی بود. عنوان دیگه ما هست نزول قرآن بر 7 حرف. نزول قرآن
به 7 حرف. مراد از 7 حرف 7 لغت است و 7 لهجات عرب هست. تعداد زیادی از علما میگن که مراد از 7 حرف 7 لغتی هست که در بین مردم مکه در مکه معظمه معروف و معمول بود. 7 لغت، 7 لهجات، همش عرب بودن، همشان عربی صحبت میکردن، اما لهجاتشان فرق میکرد. مثل دیروز ما گفتم که آره، اره، بله، همش یکی هست، همش در دری و فارسی معمول هست، اما فرق میکنه. فقط فرقش در چی هست؟ در تلفظ است. در تلفظ است. نه و نه، آه و بله، یا مثل که گفتیم جرغات و ماست، تخم و اسپیده، سفال، همش یک معنا را داره، خلقات فرق میکنه، در معنا کوچکترین فرق نمیآید. پس مراد از 7 حرف، از 7 حرف امی 7 لهجه بود که در وقت در عرب در مکه معظمه مردم به او صحبت میکرد. قبایل مختلف عرب مشهورش به می 7 زبان، به می 7 لهجه گپ میزدن، داد و ستود خود میکردن. اما قرآن به 7 زبان، به یک زبان، ببخشید، فقط به لهجه قریش نازل شده. قرآن تنها به لهجه قریش نازل شده، اما بعداً پیغمبر علیه السلام به خاطر آسانی و به خاطر سهولت از جبرائیل علیه السلام تقاضا کرد که طبق سنت الهی و حکمت الهی و تقدیر الهی بالاخره این لهجات اگر دیگرها هم اگر اجازه داده شود، بالاخره به 2 اجازه داده شد، به 3 اجازه داده شد، به 4 اجازه داده شد، به 5، به 6 و بالاخره تا 7 رسید و ده 7 لهجه باقی ماند. به این معنا که اصلی قرآن به زبان قریش است، به لهجه قریش است. خود دیگرها که آمدن، چون به خاطر که حکمت تقاضا میکرد، قرآن نو نازل شده بود، به اونا هم پیغمبر علیه السلام طبق خواسته که از جبرائیل کرده بود و بالاخره به هر کس دیگه اجازه داد که از این 7 زبان به می 7 لهجه خود بخواند. چرا؟ به خاطر از اینکه پخش و نشر قرآن و دین سریع، زود انجام شود. اگر به هر کس میگفت نه اجازه نیست، باید حتما به لهجه قریش قرآن بخوانی، مجبور بود که 6 ماه میامد کورس میخوان. بعد از او که لهجهش به لهجه قریش درست شده بود، بعد از او باز قرآن میآموخت. بسیار وقت گیر بود، زمانه گیر بود، 1 سال کمتر و بیشترش خو در یاد گرفتن لهجه تیر میشد. پس به این اساس اینا چی کردن؟ اجازه دادن که قرآن به می 7 لهجه شما هم خوانده شود، مشکل نیست. این 7 لغات کدام لغات بود و چه قسم تلفظ میکردن، کدام ها بودن، در این اختلاف هست. در این که 7 لغات هست، اما در تعیین 7 لغات که کدام ها هستند در این چند قول است. تعداد از علما میگویند که این قبایل عبارت از قریش هست، هذیل هست، هذیل بهید چشم است، ثقیف هست، حوازن هست، کنانه هست و تمیم هست. قریش، هذیل، ثقیف، حوازن، کنانه، تمیم و یمن. بعضی فقط 1-2 تایش فرق آورده، میگن که قریش هست، هذیل هست، تمیم هست. در اینجا زیاد کردن اوزد الف ز دال، ربیعه هست، حوازن هست و سعد ابن بکر هست. اینا امی 7 قبیله بودن که با زبان عربی به عربی بین خود محاوره میکردن، مکالمه میکردن و به می 7 زبان برشان اجازه داده شد. دسته دیگه از علما به این نظر هستند که
مراد از 7 حرف این 7 لغت نیست، بلکه مراد از 7 حرف 7 لهجه قبایل مختلف میدانند که در جای جای قرآن به چشم میخوره. یعنی 7 قبیله نیست، بلکه 7 حرف مراد امو 7 لهجات عرب است که فعلا هم در قرآن در جای جای ما او را مشاهده میکنیم، تلاوت میکنیم، میبینیم. ابو عبید قاسم بن سلام میگه که حروف 7 گانه زبانهای متفرقی که در سر تا سر قرآن وجود دارد. ابو عبید قاسم بن سلام رحمه الله یکی از علمای بزرگی هست که در علوم القرآن و اصول التفسیر دست بالای داشت. او میگه که حروف 7 گانه یعنی زبانهای متفرقی هست، جدا جدا، که در سر تا سر قرآن وجود داره. یعنی او فقط امو 7 لهجه نیست، 7 قبایل نیست، مراد 7 لهجه است که ما در هر جای قرآن او را مشاهده میکنیم. مثلا کلمه بر اساس زبان به خصوص نازل شده و کلمه دیگری با لهجه دیگری به همین ترتیب. یک کلمه با یک لهجه نازل شده، کلمه دیگه به لهجه دیگه نازل شده، کلمه دیگه به لهجه دیگه نازل شده. امی 7 لهجه را در بر میگیره. 2 بود. 3 یا جیم. بعضی اینطور بیان کرده که مراد و منظور از 7 حرف 7 وجه هست که به هنگام اختلاف در کلام مصداق پیدا می کند. باز میگم، بعضی میگه که منظور از 7 حرف 7 وجه هست، 7 وجه هست که به هنگام اختلاف در کلام، در سخن، در کلمه، در گفتار مصداق پیدا میکنه، اصل پیدا میکنه، منظور خارجی پیدا میکنه، تمثیل خارجی پیدا میکنه، دیده میشه. وقتی که بخوانی او را با یک کلمه با دیگه لهجه با دیگه لهجه کلمه یکی هست، معنیش فرق میکنه، مصداقش فرق میکنه. ولی این قول قابل ترجیح دیده نمیشه. امو قول اول که گفته بودیم که مراد از 7 لهجه امو 7 زبان قبایل عرب هست، اکثرا به مو قول کردن. در این قول که گویا این 7 وجه هست، خی کدام ها هستن که فرق میکنه؟ یعنی اینا هم دلیل دارن. 1. اختلاف در تذکیر و تأنیث و افراد، تثنیه و جمع. اختلاف در تذکیر و تأنیث، مذکر و مؤنث. مذکر بخوانی یک معنا، مؤنث بخوانی دیگه. افراد واحد بخوانی، تثنیه با 2 بخوانی، جمع یا بیشتر از 2 را بخوانی. مثل چی؟ مثل لاماناتهم. هر دو یک قسم نوشته شده. اماناتهم، امانتهم. هرگاه اگر واحد بخوانی معنا یکی هست. 1. امانات که بخوانی جمع میشه، اما مصداق خارجی پیدا میکنه نمیکنه؟ هم به جمع و هم به مفرد و هم به تذکیر و هم به تأنیث. 2. اختلاف در وجوه اعراب. اختلاف در وجوه اعراب، زبر و زیر پیش. بعض قرائت هاست که لا یضار مثل ما، و هم بعض میگه لا یضار ولا یضار والدتون بولدها. پس اونجا لا یضار میخوانن. هر دو یک قسم هست، یکی حالت رفعی، دیگهش حالت نسبی، و هر دوش مصداق خارجی پیدا کرده میتونه. 3. اختلاف
در صرف یا گردانیدن فعل ها. صرف یعنی گردانیدن، تغییر دادن. به خاطر که خود صرف که ما تعریف میکنیم در علم صرف، میگه الصرف هو التغییر. صرف عبارت از تغییر دادن هست، تغییر کردن هست. پس اینجا اختلاف در تغییر فعل ها، در تغییر فعل ها، مثل باعد بعد، باعد بعد. باعد به الف هست، بعد بدون الف هست. بعده باعده، هر دو فعل مضارع میشه، هر دو فعل ماضی میشه. باعده بعده بعده. پس اختلاف در صرف فعل هست، در صرف کلمه هست. 4. اختلاف در تقدیم و تأخیر. اختلاف در تأخیر و تقدیم. مثل چی؟ مثل فیقتلون و یقتلون. بعض قرائت ها میخوانه فیقتلون و یقتلون. اوجه هست که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون. میخوانن فیقتلون و یقتلون. اختلاف در تقدیم و تأخیر هست. ای هم از قرائت های هفتگانه هست. 5. اختلاف به خاطر جابجایی در حرف یا کلمه، مثل ننشزها ننشزها، ننشزها ننشزها. یا مثل کالعهن المنفوش کالصوف المنفوش، کالعهن المنفوش کالصوف المنفوش. هر دو قرائت هست. اختلاف در جابجایی حرف یا کلمه، یک کلمه را در جای دیگه کلمه و یا هم یک حرف را در جای دیگه حرف. خب با شرطی که معنا گفتیم تغییر نمیکنه. 6. اختلاف به خاطر زیادت و نقصان، مثل جنات تجری من تحتها الانهار، جنات تجری من تحتها الانهار. تحتها جنات جنت، جنات جنت. پس اختلاف پیدا کرد در زیادت، در زیادت. جنات تجری تحتها الانهار، جنات تجری من تحتها الانهار. من در اینجا ساقط کردن در جاهایی که بود و یا هم در جاهایی که نیست افزون کردن، با وجودی که معنا تغییر نمیخوره. با قاریا، با حفاظ، این یک بزرگترین پند هست که اگر همینطور در جای اشتباه میه، در بحث زلت القاری در نور الایضاح، کتاب فقه حنفی که هست در بخش عبادات، در اونجا یک بحث داره در آخر به نام زلت القاری، زلت القاری، غلط خواندن قاری. اگر غیر ارادی همینطور جاها من از پیشش زیاد شد یا من از پیشش ما، نماز فاسد نمیکنه، نماز خراب نمیکنه. و کس ناقی از پیش از هر جا فتحه برش نته. 7. اختلاف لهجه ها در تفخیم و ترقیق، در پرخواندن و باریک خواندن. مثل را. را در تجویدی که ما خواندیم 7 صفت داره، 7 صفت داره و 2 حالت داره، تفخیم و ترقیق. هرگاه راه مفتوح بود زبر داشت یا پیش داشت پر خوانده میشه، و هرگاه راه مکسور بود چی خوانده میشه؟ ترقیق خوانده میشه. امی قسم 7 حالت داره. در جایی که پر میخوانه یک قرائت دیگه ترقیق میخوانه. فرعون فرعون. یا لام جلاله، لام. ما میگیم که لام در لفظ الله جل جلاله، الله جل جلاله، فقط در اونجا پر خوانده میشه. اما در غیر لفظ الله در جاهای دیگه که بیاید
ترقیق خوانده میشه. طلاق ما طلاق میخوانیم، بعضی طلاق او را هم مثل لفظ جلاله، لام لفظ جلاله پر میکنن. پس اختلاف دیگه هفتمش در ترقیق و تفخیم هست. فهمیدین؟ ای 7 وجه که اینا میگفتن. دال و یا هم 4م قول. ایده دیگر به این عقیده هستند که مراد از 7 لهجه در اینجا اونمو نمادین یا نمونه و مفهوم عدد معین ندارد. چی معنا؟ این 7 قبایل ما که گفته بودیم یا 7 لهجه که میگیم یا 7 لغت که میگیم، این فقط یک مثال هست، نه که فقط امی 7 تا باشه. مثل که میگه بسیار زیاد باشه میگه تا 70 خو نیست، ولی از 70 بیشتر، نه هر چقدر زیاد باشه او را به 70 میگه. و این در کلام عرب هست. یا لفظ 100 لفظ فقط نیست که 100 میگه 100 دفعه برات نگفته بودم، یعنی زیاد برات گفتیم. و ایتو نه که 1 2 3 4 5 6 تا 100 شماریده باشه. یا یک کسی 2 3 دفعه یک گپ زده خب میگه 10 دفعه خب برات گفتم، میره تکرار کردم 10 دفعه برات، با وجودی که 5 4 دفعه گفته. پس این به خاطر تکثیر هست، میگه عدد معین و مشخص نداره. امی قسم که لفظ 70 و 700 هم در زبان عربی امی معنی اکثار و نمادین میگیره، ولی نه عدد معین، نه عدد معین. 5 و یا هم ها. گروهی هم میگه که منظور از 7 حرف وجوه 7 گانه هست. مراد از 7 حرف وجوه 7 گانه هست: امر، نهی، حلال، حرام، محکم، متشابه و امثال هست. وجوه 7 گانه در قرآن میگه مراد از 7 تا ای 7 تا هست. وجوه 7 گانه هست: امر، نهی، حلال، حرام، محکم، متشابه و امثال. مثال ها که هر کدام از این انشاءالله او طرف خاصتا محکم، متشابه و امثال درس حتمی است که انشاءالله اگر زنده بودیم خواندیم. درست شد؟ اینی بحث بسیار مختصره در لهجات یا لغات 7 گانه که یک معلومات در ذهن ما باشه و از این که آسانتر دیگه یاد نمیگیره میره. خواه آسانترین تقریبا طریقه به خاطر دانستن ای که قرآن به 7 لهجه آمده اینمی 5 قوله که در اینجا نقل شد، این 5 قوله در ذهنتان بگیرین، بعد از این همه میفهمیم. ولی استادی که دکتر عبدالمهیمن طه الله زنده داشته باشه، یک دکتر سوری بود که بر ما علوم القرآن میخواند در مکه معظمه. امو قول اول که مراد 7 قول بود، 7 قبیله هست، او را ترجیح میداد. حکمت نزول قرآن بر 7 حرف چیست؟ این 7 حرف همو 7 لغت میگیریم یا همی 5 قول را که نقل کردیم هر کدامش میگیریم. 1. تسهیل فهم قرآن و تسریع در نشر آن. آسان فهمیدن مفاهیم قرآن هست و بسیار تیزی و تسریع است در نشر از او. مثل که در مقدمه ما براتون امروز گفتم که اگر چنان میشد که هر کس می آمد و اول زبان قریش یاد میگرفت، پس آن قرآن یاد میگرفت، 1 سال از این در کورس تیر میشد به اصطلاح. پس به این خاطر، به خاطر تسهیل، آسانی فهمیدن قرآن کریم و همین قسم تسریع، تیزی در نقش، در پخش قرآن کریم. 2. اعجاز قرآن به دلیل بیان ماهرانه لهجه های مختلف عرب، که ببینین که قرآن چی کلام معجزه هست، چی اعجازی داره که کلمه یکی نوشته میشه ولی 7 قسم خوانده میشه، 4 قسم خوانده میشه، 2 قسم خوانده میشه. کسی میگه لمن شیء منکم ان یستقیم،
کسی میگه لمن شاء منکم ان یستقیم، کسی میگه فسواک، کسی میگه فسویک، ولی هر دو یک قسم نوشته میشه. پس این دلالت به اعجاز قرآن میکنه. این دو حکمت را در اینجا علما بسیار بیان میکنه. خود قرائت چی مانا؟ اگر ما قرائت های هفتگانه بگوییم، قرائت مصدر است از قرأ به معنی خواندن هست، مثل که قرآن ما ترجمه کرده بودیم و مقصدش در اینجا روش مخصوصی هست که در روایت قرآن فهمیده میشه و به امام از ائمه متخصص روایت قرآن نسبت کرده میشه. قرائت مصدر است از قرأ به معنی خواندن و مقصود ما در اینجا روش مخصوصی هست، روش مخصوصی هست در روایت قرآن که به امام از ائمه متخصصین روایت قرآن نسبت داده شود. مثلا ما قرائت حفص را میخوانیم، معمول نیست، حتی جمهور دنیا میره میخوانه. قرائت ورش هست، قرائت قالون هست، پس به یکی از ائمه نسبت داده شده. مشهورترین راویای قرآن مجید در بین صحابه کیها بودند که مرجع غالب روایت های قرآن کریم هستند؟ اونا عبارت هستند از علی بن ابی طالب، عثمان بن عفان، زید بن ثابت، ابی بن کعب، ابو موسی اشعری، ابو درداء و ابن مسعود رضی الله تعالی عنهم اجمعین. پس وقت کسایی که در قرائت سند داره به می یکی از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم سندش میرسه. بسیاری از تابعین کرام قرآن را از امی اصحاب گرفتند و معروفترین از تابعین کبار رضی الله عنهم و رحمهم اجمعین عبارت هستند از سعید بن مسیب، سلیمان بن یسار، عطا بن یسار، سلیمان بن مهران، ابو رجاء عطاردی، عمرو بن شرحبیل، حسن بصری، محمد بن سیرین، مغیره بن ابی شهاب رحمهم الله تعالی علیهم اجمعین و همی قسم کسای دیگر در قرنهای اول اسلام و همی قسم در شهرها و منطقه های مختلف قاریا و یا هم قرای را تربیه کردن، امی روش را به اونا یاد دادن. عده‌ای از علما میگه که اولین کسی که در این مورد کتاب تألیف کرده در مورد قرائت ها کی هست؟ ابو عبید قاسم بن سلام هست. پیشتر که گفتیم ابو عبید قاسم بن سلام هست، جمحی بها. در کتاب به نام القراءات این قرائت ها را درج کرده و اولین کسی که ذکر قرای هفتگانه را در تالیف خود اکتفا کرده و سبب ترویج آنها در قرنهای بعد از خود شده ابو بکر بن مجاهد هست. ابو بکر بن مجاهد هست که این 7 قرائت را به مردم رواج ساخت. لذا علما میگه که در اصل قرائت قرآن منحصر به قرائت هفتگانه نبود، اما عدم تناول آنها سبب شد به فراموشی سپرده شوند. چی معنا؟ یعنی یه 7 قرائت که بود امی 7 تا نبود، دیگرها هم بود. مثلا ما مذاهب فقهی را 4 تا میگیم، درست؟ میگیم که حنفی است، مالکی است، شافعی است، حنبلی هست. 4 مذهب فقهی. اما به این معنا نیست که در این عصر دیگه فقها نبودن. سفیان ابن عیینه، سفیان ثوری،
اوزاعی رحمهم الله کسایی بودند که فقاهتشان از امام ابو حنیفه و از امام مالک کمتر نبود، اما فقه اونها به ما نرسید. از امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی علیه شاگردایش همت کردند، خدمت کردند، فقهش به ما رساندند. ورنه اگر شاگردایش خاصتا امام محمد بن حسن شیبانی این خدمت نمیکرد، اقوال استاد خود را به ما نقل نمیکرد، خود امام ابو حنیفه هیچ کس را ملزم نکرده که حتما پیروی از ما بکنین. شاگردایش بود که کتابایش رسان. امام محمد بن حسن شیبانی بود که 6 کتاب را به نام ظاهر الروایه نوشت و اقوال استادش را و اقوال همسنفی بزرگش امام ابو یوسف را و از خود را درج از او کتاب ها کرد. جامع الصغیر، جامع الکبیر، سیر کبیر، سیر صغیر، مبسوط و زیادات. این 6 کتاب است که به نام کتاب های ظاهر روایت در فقه حنفی هست. امی قسم امام شافعی رحمه الله، ولی او فقه خود را خودش نوشت به نام الام. کتاب داره. اول مذهب قدیمی داشت، پسان که در عراق بود، بعد از اینکه به مصر رفت مذهب جدید را اختیار کرد، یعنی از بعض اقوالش صرف نظر کرد، رجوع کرد، به نام الام کتاب را نوشت. امی قسم امام احمد بن حنبل، امام مالک موطای خود را در حدیث نوشت، اما شاگرداش اقوال از او را پسان نقل کردن. ابن شهاب بود، دیگرا بود، بالاخره این اقوال ائمه را به ما نقل کردن. لیث بن سعد سمرقندی، امام لیث سمرقندی که میگن فقیه معروف و مشهور در فقاهت، کلگی میگه که کمتر از مالک و ابو حنیفه رحمهم الله نبود، اما کتاباش نرسید به مردم. و همچنان شد که حتی کتاباش در یک مناظره حرکت میکرد، به طرف مدینه میرفت. در یک مسئله مناظره این حرکت کرد، در کشتی ششت، در مسیر آب میرفت. به خاطر اوجا مناظره داشت در یک مسئله، امرای مسئلهش برای فراموشم شده، امرای امام مالک. این کتابای خود هم بیچاره وقت نه کامپیوتر و چی و قلم هم نبود، با مشکل نوشته میکردن، امرای پر مرغ و امرای بعضی چیزای دیگه. امرای خود کتابای خودم گرفت در کشتی مان که بروا. کدام خبیث مخرب گرفتن کشتی را سوراخ کردن، آب در کشتی بالا شد، کل کتابای داشته های علمی بیچاره را خراب کرد، رنگش رفت. حتی از امو خاطر بسیار حزین و غمگین، حتی بعض برخی میگه که در آخر برش تکلیف عصبی پیش شد، چون چیزای داشته های علمی که داشت به خاطر یک مناظره امرای امام مالک حرکت کرد که به طرف مدینه برا، اما یک عمر خدمتی که کرده بود کلش رفت، چیزی که خودش نوشته بود. فقط اقوالش به ما نقل شده که ابو لیث سمرقندی طور میگه رحمهم الله. پس اینجا هدف ما در اینجا یک معلومات بود که ایست که امی منحصر به 7 قرائت نبوده، قرائت ها لهجات بیشتر از 7 تا بود، دیگراش به یاد فراموشی سپرده شده بود تا که 1 تا 2 تا 3 تا 7 تاش آمد. و آستاستا میبینیم که ابن جزری رحمه الله ایرا 3 تای دیگر کتش افزود کرد که قرائت های 10 گانه شد، پسان قرائت های 14 گانه شد که بعض قرائت های شاذ شد و دیگر کتش افزود کردن. پس اینجا منحصر به قرائت 7 گانه نبود در اول، بلکه بیشتر بود، دیگرایش فراموش شده رفت و این هم خالی از حکمت الهی نبود. فواید اختلاف در قرائت ها چیست؟ البته قبل از این باید بگویم که از مهمترین کتاب هایی که معاصران به ما نوشته و هست در این باب کتاب الکافی فی شرح شاطبیه هست، این پیش من نیست، ولی کتاب البدور الظاهره فی القراءات المتواتره تألیف عبدالفتاح عبدالغنی قاضی هست، یک جلد کلان هست، پیش من هست، از مدینه منوره، یک همسنفین برای من تحفه داده بود. فواید اختلاف در قرائت چیست؟ 1. صیانت قرآن با واسطه روایت آن از وجوه مختلف، یعنی حفظ
قرآن، امی که قرآن خود میگه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، الله به این وسائل پیدا میکنه. یکی از وسائلش امی اختلاف در قرائت هست. دو، بیان اعجاز قرآن به خاطر توجه و اهتمام فراوان مسلمانان به روایت آن. میبینی که هر کس روایت حفظ به مخاطر اختلاط در قرائت در نماز درست نیست. مثلا در نماز ما نمیتونیم که یک آیت را بر روایت حفظ بخوانیم، آیت دوم بر روایت ورش بخوانیم، اما وجوه قرائات اختلاف قرائات هفتگانه که در غیر نماز هم میخوانیم او را در نماز هم جاری کنیم. علما میگن که این را ناروا هست، نماز فاسد میکنه. پس در نماز یا بر روایت ورش میخوانی یا بر روایت عاصم کوفی میخوانی، حفظ مثل که از ما هست میخوانیم، با یک روایت میخوانی، یا بر روایت قالون میخوانی، به هر روایت خواندی خو یک روایت در نماز میخوانی. خلط قرائات در نماز سبب فساد قرائت میشه، نماز میشه. در نماز به یک قرائت میخوانی. و بی قسم زمانی که اگر قرآن میخوانیم به حساب تلاوت باید به یک زبان تا آخر بخوانیم، به یک لهجه یا به یک قرائت بخوانیم. اینی که فقط یکی خوب مشق هست که قاری ها میکنه. یکی که بخوایم که فقط دیگه در نماز و غیر نماز فقط 7 لهجه را بخوانیم درست نیست. خلط قرائت درست نیست. اگر میخوانیم هر قرائت جدا جدا. 3. تفسیر بعض از قرائت به وسیله بعض دیگری. بعض قرائت هاست که تفسیر واقع میشه. مثلا زمانی که انشالله وقتی که در تفسیر ما شروع بکنیم برخی جاها که اونجا اختلاف میایه باز میگه روایت عبدالله بن مسعود یا قرائت عبدالله بن مسعود به این شکل ایره ترجیح داده یعنی ایره تفسیر کرده. 4. جهت اطلاع از شرح حال کوتاه از ائمه قرائت به مقدمه قواعد تجوید اگر مراجعه شود میفهمیم که این جهت اطلاع هست. فقط اطلاع که قرآن به 7 لهجه یا 7 قرائت آمده. الحمدلله. این بود وجوه اختلاف قرائت های هفتگانه. وقتی که هم فهمیدیم شروع میکنیم به تلاوت قرآن کریم. درست؟ پس تلاوت قرآن کریم از خود آداب داره. آستا وقتی که قرآن یاد گرفتیم باز معنایش یاد میگیریم، باز آداب مفسر، شروط تفسیر و هم بر ما انشاءالله در ادامه امروز میآید. برخی از آداب تلاوت قرآن کریم کدام ها هستند؟ 1. با وضوء و به هنگام تلاوت قرآن کریم گرچه تلاوت قرآن از حفظ هم باشه در حال بی‌وضوئی بدون کدام ضرورت خلاف اولا هست، اما جایز است. خواه اگر قرآن از یاد میخوانیم آداب تلاوت با ما هست که باید وضو داشته باشیم، اما اگر از روی میخوانیم سر ما واجب هست که باید وضو داشته باشیم. خواه فرق هست. مس کردن قرآن، لمس کردن قرآن بی وضو درست نیست، اما تلاوت قرآن بی وضو جایز هست خو خلاف اولا. 2. انتخاب یک جای پاک و مناسب بر تلاوت. در هر لب کوچه و هر دهن راه دیگه نی، وقتی که قرآن میخوانی یک جای مناسب آرام پاک را انتخاب میکنی. 3. خشوع و عاجزی هنگام تلاوت قرآن کریم که تعظیم الله متعال هست، به خاطر کلام الله را میخوانی، پس به بسیار خشوع عاجزی تلاوت میکنی، با آرام تلاوت میکنی. مثل که رقاصه ها میچرخن و میدون به او شکل تلاوت نمیکنی. همچنان انشاءالله که در تفسیر برمامیه که ذکر الله را هم همراه رقص نمیکنی و هم یاد الله هست. پس با عاجزی، با خشوع، با تضرع قرآن میخوانی و الله را یاد میکنی. 4. مسواک کردن و یا هم برس زدن دهن
خاصتا اگر کسی چیزهای بدبو مثل سیر و پیاز چیز را خورده باشه گندنه، دهن خود را باید بشویه باز قرآن بخوانه، به خاطر که قرآن خواندن مثل امرای الله از جل جلاله صحبت کردن هست. نمیزیبه که دهن ما بو بته، بدبو بته و بالاخره قرآن بخوانیم. 5. گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. 6. ترتیل قرائت، یعنی قرائت را آرام به تجوید خواندن است. مثل تراویح بعض مساجد وارنه به حساب قرآن سوره پرانک نه، سوره پرانک در قرآن میگن و شانه پرانک در عروسی ها میگن که میخوانه شانه پرانک مردم برقص میاره. درست یکی سوره پرانک است که بخواندگه خلاص که مقصد شب 10 سپاره خواندی، 7 سپاره خواندی، بسیار خوب قاری اموز که هر قدر تیز بخوانه، هر قدر تیز بخوانه. باز چی میگه؟ ده هر کار سستی ده کار خدام سستی، ده هر کار سستی ده کار خدام سستی، ده قرآن هم سستی، تیز بخوان. اما این قدر این جناب فکر نمیکنه که وسوسه شیطان هست. اگر یک مکتوب، یک کتاب از یک والی فرسوده، اگر از یک رئیس جمهور گروزی مثل غنی باشه، پس وقتی که خط از او را هم بخوانه یا در غیابش یا در حضورش بخوانیم، باور بکن خوش میشه خفه میشه. میگه امرای خط ما بی ادبی کرد، امرای کتاب ما بی ادبی کرد. وقتی که تو قرآن کلام الله را میخوانی و در نماز امرای الله استاد استی، چطور به خود اجازه میدی که نه رکوعت معلوم باشه، نه سجدیت معلوم باشه، نه قومه و جلسیت معلوم باشه، باز بگی که در هر چیز سستی در کار خدام سستی؟ نه، هر قدر میخوارین قرآن آرام بخوان. قرآن کلام الله هست و هر قدر که آرام خواندی اما قدرت برات خشوع میه، عاجزی میه، مفهومی از او را درست میفهمی.